بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران کرام، تا دینه قریب 3 روز 4 روز باز یک تا عمل، یعنی نماز ما برای اصلاح کردن کدام چیزا ما نماز ما ویران میکند همه فهماندن به رساندن به حرکت کردیم. امروز و فردا خدا خواهد مختصرا کم گفته برای در خاطر ماندن کم گوییم که فردا از یاد فراموش نشود. از ما گفتن اما رساندن، لیکن حفظ کردنش در یاد شما ماندنش شما عمل کردنتان خواهتان اولا این به ما روز قیامت یا فایده شما یا که زیان شما گواه میشیم. عمل کنید فایده‌تون گواه میشیم، عمل نکنید زیانتون گواه میشیم که همین در حیثیت حضرت جماعت انده شما و آن چیزی که لازم است رساندن حرکت کسیم. این گردن مانگی مسئولیت مجبوریت رساندن ارکان‌های اسلام برای ما مجبوریت است، لیکن اجراش اگر پروردگار خواهد، پروردگار روا بیند، شما همه چیز نصیب میکند. الا اگر پروردگار قلب سخت ادا کرده مناشه دیگری بعد همه عملت برآمدن فراموش میشده است. پروردگار از همین خیل از قوم نکند. ثانیاً نماز ویران میشدگی حال این همون سوره های خوانساگو مایا معنایش دیگرگون میشه درجه انده خطا خواندن. این اگه میدونم اینا ما باید یک تا سوره دونم، 2 تا سوره دونم، 3 تا سوره دونم. البته از نظارت یک انسان میدانستگی گذراندن برای ما فرض است. خدامو به خدامو میان قرآن شده سوره آزاد کردن به اذن ندارم. رحمت استاد ما سید اعظم خان میگفتن که دملا خدا رحمت کند، یک روی منطقه خوانده دادم، دویم طرف نظر نکن که قلبت به شیطان جا میشد، کبر میشد. من دمک به استادم خوانده میتونستم میگویی و عوض این به تو غلوب میبروی، از خود میبروی میگفتن. برای همین توصیه مجبوریت فرمایش مو همین که به استاد یگان سوره حفظ نکنید. استادتان خواندتیت همه استادشان شرط نیست. مثال من 5 سوره دانم یا نمیگم 4 تا میدوند و یا 3 تا میدوند، 3 تا میدونستگی، 4 تا میدونستگی، 4 تا میدونستگی، 5 تا میدونستگی گذرانه شد. حتی این جمع شده جماعت شده سوره خواندن به احتیاج نیازه. خدا شکر که همه حرف شناس، همه حرف عربی میداند. نماز به کفایه میکنید سوره اکثر نمازخوان میداند. سوره فاتحه، سوره اخلاص، 2 تا سوره به استاز حفظ کردن و هیچ کس حرکت نکردنش در کار نگفته ندونسته یک تا جای ای و عایشه مونه دیگری خدا شاهد مانو دیگر میشد، نماز ویران میشد. همین خیل حیات حالی هم واسه همین خیل میون سال انسان ها ما و بیچاره ها 30 سال پیش از کردگی، 30 سال پیش نه کتاب بدگی نه اینترنت بدگی و این انسان ها هم خیلی همون یک تا نوتوره حرکت کرده از کرده موندگی و انسان ها میخوان همه اصلاح کرده، لیکن کی نمیشکسته. باید ما همون برای مشقت و نرفتن همون دانستگی میدونستگی سوره ها ما کمشم 1 تاشم 2 تاشم باشد. اگر به هوای نماز خانم باید ما هوای اصلاح کرده گرم. معنای قرائت ویران شود دمک نماز ویران سم میشد. از اینترنت شنوید شما شنوید و یا شنودگیش شما طوری منطورش نمیدونید. برای آن خاطر طوریش فهمیدن دیگه کسب خوندن نکرده، خونده نتیجه‌گیری و طور نمیشد. من اینو خوندم خطا اینو من خطا اینو میومد، اینو خطا دیگه کس میومد. اگر همه خطا یاب نه
لیکن همون سوره های میدونستگی ما باید اصلاح کرده گرم. این با بی‌پروا نمونم. سوننگی ما یک دیگهش میگوییم بازم نماز و ایران میکرده است انسان عورتش کشیده شده موندنش، یعنی جای عیب مردکم زنکم بنا شدن در نماز خود در بیرون با این یا خیلی فرض. زنها که همه اعضاهاشون عورت، فقط روحاشون عاشق دست لبش او عاشق پا پستش کشیده موند لازم کشش در کار یا کشش میشد، لیکن موندگی جاهاشون تالی موشان، گردناشون، بند دستاشون، بند پاهاشون چخیل عورت باشد، آن مرد از تگ نوف سر کرده با پشتش کرده چاق زده با سر زانه اتگ زانه، سر زانه هم عورت میشد، تگ نوف تگ پشتش کرده اکثر عورت میشد. حاضر یک چخیل یک زمان شد که هر خیلی یک رسوم های لباس پوشی دگرگون شده، به حد تنگ، به حد شفافی درش می‌نمودگی لباس پوشیدن. هوای اگر عورت نپوشد گری وای لباس سم نمیشد. سر کرته هم یا که همون میانم میبسته کرده لباس هم بدنم کنده میشده کرده بدنم چسبیدگی لباس حکمی به لباس انده. یوشو از سبب نفهمیدن همون بریجه های تنگ پوشیده کردن از دیر دیده آدم شمش نه دیدگری وای به لباس میشد. از بدن ما کندش نشکر همون لباس ما بدن ما شکلش ننموندن نشکر دیا خودش پوشاک باید بدن ما جهاز کرده پوشته کرده گری وای لباس نمیشد. با وقت نماز نمیشد، چون که سطر عورت جای عیب ما پناه شدنش برای مردم زنم یا خیر فرض، خواه آدم باشد خواه آدم نباشد. بسیار مردهای جای نقصانش رکوع سجده کرده وقت چنده میانش کشش موندنش، میان مردک قریب عورت میدرد، همون دوتر میان منگی جای ملایم ما عورت حساب میشد. انوف هم یک حساب کرد اتگ نوف حساب کنید گری ایلانش خیلی عورت حساب میشد. همون میان ما خود دیگه از همه پشتگی باین ما الان میان گفتن ما همونجا ما جای حوزه وقت من به اعتبار ما همه خیلی عورت ما هم فرض پشتنش بدنش اگر کشیدش موند یک ارکاننده یا رکوع یا سجده کشش موند گری نماز ورانس میشد. همه ما باید به اعتبار شیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم وفقنا إلى ما فيه رضاك ورضا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.